20 مای اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم ایومالی رحمان با معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران محترم محمد مخبر برقه اظهار تسلی ارسال نمودند که در آن آمده است: جناب عالی، خبر فاجعه‌ای درگذشت رئیس جمهوری اسلامی ایران سید ابراهیم رئیسی و هیئت همراهانش بر اثر سقوط چرخبال باعث اندوه عمیق ما و تمام مردم تاجیکستان گردید. ما به شخصیت ارباب برجسته دولتی سید ابراهیم رئیسی ارج می‌گذاریم و نقش او را در گسترش و تعمیق رابطه‌های دوستی و همکاری‌های گوناگون جنبه میان تاجیکستان و ایران و حل مسائل عمده منطقوی و بین‌المللی قدر می‌کنیم. در رابطه با این مصیبت گران به شما مردم دوست و برادر ایران، پیوندان و نزدیکان شهید شدگان همدردی و تسلیت صمیمی این جانب را اظهار نموده از خداوند متعال صبر جمیل خواهانم. در این لحظه های غم انگیز در کنار ایران و مردم آن هستیم.